خب سویل جون خیلی خوش اومدی به چنل من. میخوام یه کاری تو این چنل با هم دیگه بکنیم که تا حالا نکردی. فکر کنم کسی تا حالا ویدیو نگرفته هاتساس از تو سوال بپرسه. گرفته کردی قبلا این کارو؟ کم، خیلی کم. خیلی کم. آقا یه چیزی اول داستان با شروع کنم، این که چه حسی داری که معروفی الان انقدر؟ من اصلا نمیفهمم معروفم اگه هستم. من فکر میکنم نیستم، ولی بقیه بهم میگن هستی، بعد من خندم میگیره. چرا نمیفهمی؟ چون ایران نیستی؟ یعنی مثلا اونجوری اونقدر برخورد نداری با مخاطبات نزدیک؟ اون که حتما، ولی مثلا کلا اینجا بیرون خیلی کم میرم. زیادم واقعا، یعنی شاید تقریبا هر روزی که برم بیرون حداقل یه نفر میاد با من حرف میزنه. ولی اونجا هم ایرانی زیاده دیگه. ایرانی خیلی آره هست. زیاد. خیلی هاشون هم احتمالاً میشناسنت دیگه. بهترین کسی که تا حالا دیدم پر و کرکم ریخ، یه پسره اومد جلو و گفتش که من خیلی دوست دارم. گفتم دمت گرم مرسی و اینا. بعد گفت نه فکر نمی‌کنم میفهمید چقدر دوست دارم. بعدش که تو جیبش تلفنشو در آورد، بعد رفت تو رینگتونش، بعد صدای من بود که میگم دول میخوری یا پلو. اونو گشته بود رینگتونش. ای پشت سرم. کنسلی. آره خیلی حال. ولی خودکی نیست. داستانی نمیدونی چیه دول میخوری یا نه پلو؟ اتفاقا یکی از سوالایی که بچه‌ها گفته بودن ازت بپرسم همین بود. من بچه که بودم خب تو ایران زندگی میکردم دیگه، همه خیلی مؤدب بودن و همه بفرما فلان اینا. من برام خیلی چیز بود، رو اعصابم بود که چرا همه الکی مؤدبن، چون واقعیت ها یه چیز دیگه است. دلم میخواست یه جوری به این بزرگترا بیادبی کنم و تو دردسر نیفتم. بعد با این اومدم با این کاماب کردم، به دوستای مامانم میگفتم که دول میخوری یا پلو. هیو قاطی میکردن یعنی چه حرفیه بی تربیت فلان. میگفتم پس یعنی دول رو انتخاب کردی؟ بعد اونجا یه قفل میشد. چی؟ من چرا پلو رو انتخاب نکردی؟ خیلی ساده. آره دول میخواد یا پلو تموم شد. مشکلی دیگه همه چی تموم شد. اصلا نه بیادبی از تو چرا فوکس کردی رو اون بیادبی؟ اونو میخواد چیه داستان؟ بعد این معروف شد تو دوستای مامان من، چون که همه میگفتی دیگه. آره دیگه کیشومات بود دیگه. به هر کی میرسیدن گفتن دول میخواد یا پلو، بعد یا قاطی میگن. گفتن خب بگو پلو، مشکل چیه؟ همه ریش و قیچی دست خودته، چرا قاطی داری؟ چرا خودت تصور میکنی نمیخوام جلوی نگهی درن من؟ آقا من خودت. حالا اصلا این داستانه رو دوست داری مثلا بچه‌هایی که ویدیوهاتو نگاه میکنن و اینا رو بیرون ببینی، مثلا من نزدیک ببینی نظرشون راجع به آره خیلی زیاد میام میشناسن تو. آره. بعد فکر میکنی رنج سنی مخاطبات مثلا چقدره؟ سنشون کمه یا بالاست یا از همه رنج داری؟ همه رنج دارم. بیشتر چی؟ پسرا جوونتر، خانوما و دخترها سن بالاتر. یعنی دخترای 30-40 میبینم منو میشناسن، یا پسرای 15 تا 25. یعنی چیزی که من بیرون میبینم اینه. ولی میگم من وحشتناک کم میرم بیرون. من شاید هفته یه بار از خونه میرم بیرون، اونم دزدی. یعنی مثلا میشم تو ماشین، میرم دم کلاس کاراته پسرم میره تو کلاس، من تو ماشینم هم تمامش تینت غیر قانونی تو کانادا. یعنی اینجا 80% زدی 95. و تو هم دیگه هیچی بیرون معلوم نیست دیگه. تو گل میزنی معلوم نمیشه بیرون. آقا خیلی عجیبه. بذار برم سراغ سوالا. اولین سوال ازت بپرسم، فکر میکنی تو چه کاری اصلا خوب نیستی؟ اصلا یه کاری رو بهت بگن سوال تو انجام بدی، بگی من اگه این کارو انجام بدم اصلا ریده میشه تو اون کار. وای باورت نمیشه الان بهت بگم. تدریس، درس دادن. اتفاقا اون که مثلا نسبت به پیشنهادایی که بعضی موقع میدی گفتم باورت نمیشه. آخه خوب بود. آخه اونم خودش کارم مثلا اینه که دارم درس میدم. ولی فکر میکنی توش خودت فکر میکنی خوب نیستی یا واقعا خوب نیستی؟ نه چون که اعصاب ندارم. بذار اینجوری توضیح بدم. خب این از اون الان واسه که فوش میخورم، ولی قبول حق دارین فوش بدین. من چیز یادگیریم وحشیانه قوی تر از آدمای دیگه است. یعنی یه لولی بهت میگم که نمیتونی باور کنی. حالا بعد 2 تا مثال میذارم که بفهمی. یکی اینجا من تو دانشگاه، خواهرم دوست پسرش تو 1-2 تا خونه ما زندگی میکرد و یه روز اومد به من این گفت اگر دانشگاه میدونست که تو نه یه روز میری مدرسه، نه یه روز درس میخونی، نه نوت داری، فقط 3 روز قبل از امتحان کتابو باز میکنی میخونی میری میگیشی بی ماینس، بهت حکم افتخاری میدادن که آقا بیا ما خود دکترا بهت میدیم. چون دانشگاه اینجا کل سیستمش اینجوری ساخته شده که اگه تو هر روز درس نخونی نتونی ردش کنی. یکی میخواد که هر روز روش باشی. خب این دیزاینشه. مثلا ایران میگن رفتن تو دانشگاه سخته، بیرون اومدنش آسونه. اینجا برعکسه. اینجا هر خری رو میدن تو دانشگاه، بیرون اومدنش سخته. قیف صافه. تو ایران آره. برعکسه. قیف برعکسه دقیقاً. سخت میری تو
آره واسه همین یکی من تو ایران معلم چون فارابی میرفتم مدرسه، خب معلمامون خیلی گرون بودن خصوصی. چی خوندی تو ایران؟ بعد چی خوندی تو ایران؟ اصلا مثلا از مدرسه رفتی مهاجرت کردی یا از دبیرستان رفتم؟ آره. رشته نرسید که دیگه انتخاب کنی بری دانشگاه؟ نه همون ریاضی بود. اینجا چی خوندی؟ وسط چیزی که داشتی میگفتی، چون اینم جزو سوالا هست که رشته اینجا کامپیوتر ساینس خوندم و اقتصاد. مهندسی کامپیوتر و اقتصاد. آره کامپیوتر ساینس خوندم. بعد سال دوم اشتباه احمقانه کردم، رفتم هاردور به جای سافتور، به جای برنامه‌نویسی رفتم سخت افزاری. خب اون برای تعمیر کامپیوتر خوبه مثلا دیگه. چرا میگی بدبختانه؟ آره کار داشتی مثلا با نرم افزارش کار داشتی، اونو ترجیح میدادی بیشتر؟ نرم افزار می‌نوشتم، خیلی اشتباه کردم، عقل نرسید که برم تو نرم افزار، نمیدونم چرا. به خاطر همین یه فوق دیپلم فکر کنم بهش میگن، فوق دیپلم کامپیوترمو گرفتم. بعد دیگه اونو ول کردم، رفتم برای لیسانس، رفتم اقتصاد. سوال اقتصادی اصلا از اینجا اومده. آره دیگه گفتم اصلا سکسی هم میشه خود اونجوری راستش بخوای، اونم تاثیر داشت. بعد اتفاقی که افتاد، رئیس دانشگاه با من آشنا شد. بازم دوباره همین میگم اون داستان واسط بگم، من تو مدرسه فارابی میرفتم، گرون بود معلما و ما نمیتونستیم با بچه بیا معلما رو با هم بگیریم. این چیز شد که آقا بیایم 2 نفر بشیم، 3 نفر بشیم، میریم خونه نفر معلم میاد، بدون که نفری 5000 تومان بگیره، مثلا میگرفت 10,000 تومان برای 3 نفر، بعد برامون شد نفری 3000 تومان، حالا 3333. شروع کرد این مد شد تو مدرسه که همه بچه‌ها شروع کردن با هم کلاس گرفتن، یعنی همه داشتن. مثلا میگفتی که سهیل ریاضی با کی؟ میگفت با حسن و حسین. علومت با کیه؟ با قاسم و تقی. اجتماعی با کدومی؟ واسه همین همه بچه‌ها داشتن با هم معلم میگرفتن، کسی که خونه‌شون با هم نزدیک بود اون مشکل با هم داشتن از این حرفا. خب منم این کارو شروع کردم. من با 5 تا گروه متفاوت سعی کردم، بعد نمیتونستم باشون درس بخونم، چون مثلا معلم میگه 2 + 2 میشه، چون مثلا اوکی. یه بار به تو میگفتن تو یعنی چی؟ برای اونا 10 دفعه باید میگفت. آره من نمیفهمیدم که اینا چیو نمیفهمن، برای همین معلم بدی ام. گفتم یعنی چی؟ خب 2 + 4 چی نمیفهمید؟ خیلی ساده است که. حالا برگردم به همین دین دانشگاه. اینجا این یارو با من آشنا شد، روز سال سوم چیز بودیم، کورسای دانشگاه اقتصاد. بعد این یارو اومد و یه سوال پرسید، مثلا یادم سوال چی بود. بعد من دستم بلند کردم، مثلا کلاسم 550 نفر آدم بود، بعد من دستم بلند کردم گفتم که میشه مثلا این. بعد یه خورده که گفت دفعه دومت این کلاسو برمی‌داری؟ گفتم نه. گفت 310 رو برداشتی؟ گفتم نه. گفت برای چی پس اینو میدونی؟ خب خیلی طبیعیه دیگه. گفت اگه این بشه چی میشه؟ گفتم این میشه دیگه. بعد هیچ وقت جوابش هم نمیده. گفت اصلا طبیعی نیست، من 8 سال مدرسه رفتم تا اینو فهمیدم، تو چجوری اینو فهمیدی همین الان؟ خب بعد از اون روز این با من دوست شد سر این موضوع، من خوشش اومد دیگه. من همیشه تو آفیسش باهاش سوال می‌کردم. بعد من این تایمی بود که بیزنسمو شروع کرده بودم و داشتم شروع کردم پول درآوردن و هی داشتم بیزنسو قوی‌تر می‌کردم. جوهره واسه همین از این مثلا سوال میپرسیدم، گفتم مثلا اینو چیکار بکنم امروز، میخوام مثلا اینو بفروشم، اینطوری کردم، این داره اکسپایر میشه، اینطوری دارم میکنم، اینطوری میکنم پکیج. بعد یه روز بندش گفتم آقا سوال یه چیزی میخوام بهت بگم، شاید باورت نشه ولی میدونم فکر میکنی من باید جواب سوالاتو داشته باشم و این چیزی که تو میپرسی من عقلم نمیرسه. و گفتم یعنی چی؟ گفت میدونم تو فکر میکنی من چون رئیس دانشگاهم و رئیس دین قسمت اقتصاد و این حرفام تو فکر میکنی من با همینا رو بدونم، ولی واقعا من نمیفهمم. من اگه یکی ازم بپرسه میگم برو از سهیل بپرس. بعد این ادامه پیدا کرد که تو چرا میای مدرسه؟ دیوونه ای میای مدرسه، خودت وقت تلف میکنی؟ این حرفای رئیس دانشگاه سو میفهمی؟ یعنی مثلا یارو معلم دانشگاه نیستش باز تو بگی مثلا جو گرفتت، رئیس دانشگاه. گفت تو این مدرسه ما چیزی نداریم به تو یاد بدین راجع به اقتصاد و بیزنس، تو داری وقتت اینجا تلف میکنی، برو بیرون کار کن، برو به کارت برس. تو دیوانه‌ای داری وقت صرف کنی اینجا. تو بجای که الان بشین درس منو بخونی، بعد بشین روی این بیزنست کار کنی، همین سوالی که در ازم بری انجام بدی ببری جلو. یارو میگفته اون مدرکم مثلا ولش کن، نمیخواد. آره من بهش گفتم ما ایرانی ما مدرک داشته باشیم اینا. گفت دیوانه‌ای وقت تلف می‌کنی، مدرک واسه آدم معمولی واسه تو نیست. بعد اومدم خونه زدم به بابام، گفتم آقا من مشکل دارم. گفت چی؟ گفتم مشکل اینه. گفت گفتم آدم میره دانشگاه دیگه، ته کسی که میره دانشگاه بهترین حالتش میشه رئیس دانشگاه دیگه، چون رئیس دانشگاه اینجا مثل ایران نیستش که یکی فقط وصل باشه. اینجا معلما جمع میشن. اول اینجا اگه معلم باشی 10 سال که نمیتونن اخراجت کنن. معلم میتونه لخت مادرزاد راه بره توی کمپس، نمیتونه اخراجش کنن. هنوز پلیس میتونه بگیره بندازه زندان، دانشگاه نمیتونه اخراجش کنه. این چیزی که معلما دارن، حالا چیه داستان من نمیدونم. برای همین خیلی براشون مهمه یه جا 10 سال کار کنن. یه سری معلما رو سر 9 سال اخراجشون میکنن.
همه معلما که این قدرت رو دارن و اینا جمع میشن، یکی رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس که این آقا تصمیمات هستی و این بگیره، این از همه باهوش‌تره، از همه خفن‌تره، این میشه رئیس دانشگاه، بهش میگن دین. این اومده به من میگه مرسه برو بیرون، پولشو از من داره در میاره، باید دلش بخواد یه نفر رو تحصیل بهش بده، تازه حال به نظر اون من باهوشم، خب بس بیا بچسب بهش یاد بدم دیگه. و میگه آقا من نمیتونم به تو چیزی یاد بدم. هر چی میخوام بهت یاد بدم. من چند روز کامنتش هم میخوندم، میگفت یه کامنتش هم میخوندم زده بود تو خیلی از خود راضی. گفتم به خدا نیستم، ولی اگه تو جای من بودی دین دانشگاه بهت میگفت چی فکر می‌کردی راجع به خودت؟ فکر می‌کردی معمولی؟ خب یه چیزی میدیدی، خب یارو کسخل کنی واسه چی حرفا به من میزنه؟ میدونی به نظر من برای اینکه جف که نمیخواد بده کنی باید یه ویدیو درست کرد راجع به هوش، ظریف هوشی تو. یه چند تا تست مثلا من خودم اگه دوست داشتی حالا بعداً این کارو باهات انجام میدم، چند تا تست هوش میارم خودم هم باهات بازی میکنم، یعنی میگم مثلا یکی درست کنه که منم ندونم جوابا رو، ببینیم چه جوریه داستان. اینو خیلی پایه، ببینیم چه جوریه، چون من خودم هم نمیدونم. منم ندونم، تو هم ندونی. من تست مثلا به عنوان آدم نرمال، تو به عنوان مثلا باهوش. نه من میگم مغزمو من نمیدونم. من میگم من فقط این چیزا رو دیدم. خب من میگم من این صحنه رو دیدم، این یارو بیاد من اینو میگه آقا نه دانشگاه تو ما چیزی نداریم تو یاد بدیم، تو وقت تلف نکن، برو به فلان برس. بعد اومدم خونه به بابام زنگ زدم، گفتم بابا داستان اینه، رئیس دانشگاه دین دانشگاه داره اینو به من میگه. بعد بابام گیر کرد. این خب من بابام یکی که هر اتفاقی میافتاد میگفت مدرسه، اصلا مدرسه هیچ چی به قد مدرسه نمیخواست باشه. بعد بابام کم آورد، گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفتم ببین اگه برم مدرسه که نشون میده پس من احمقم، چون تو نمی‌بینی مدرسه چیزی یاد بگیری دیگه. مدرسه قوی ترین مهره مدرسه امروز من یاد داد که من نباید بیام مدرسه. بعد از چند وقت که رفتی یاد گفتم 6 سال، یعنی یه مدرک آردی تموم کردم، یه مدرک دیگه هم 1 سال مونده تموم کنم. 7 سال 6 سال، یعنی فقط الان یعنی اگه همون سال اولی که همچین حرفی بهت میزد 7 سال جلوتر بودی. آخ آره خیلی جلوتر بودم تو زندگیم اگر وقتم تلف نمی‌کردم با مدرسه 100%. ولی خب میگم نمیدونم ولی فکر نمی‌کنم این یارو به 5 نفر تو زندگیش این حرفو زده باشه، این رئیس این دانشگاه. من فکر نمی‌کنم. نمیگم من 5 نفرم، شانس این که این 5 نفره باشن، همون موقع داره بیزنس درست میکنه باشه، بره با دین کانکت کنه باشه، حرف بزنن یارو بشناسه بهش بخواد بگه، من فکر نمی‌کنم تو زندگی پروفسور زیاد اتفاق افتاده باشه. اسمش هم داگلاس آلن، هر کی میخواد میتونه بزنه داگ آلن. اون موقع بعد ازش میپرسیدی به چند نفر تا حالا همچین چیزی گفت؟ اصلا گفتی تا حالا به کسی؟ من بعید میدونم تا حالا به کسی گفته باشه، چون من این اتفاق خیلی برام زیاد اتفاق میفته. من یه داستان دیگه هم دارم که میتونم بفهمم مثلا از آدمای بقیه خورده مثلا مغزم سریعتر کار میکنه. اینجا که اومدم باید میرفتم گرید 11 یا 12. بعد به من گفتن که بیا یه امتحان بده که ببینیم کدومش میتونی بری، چون شماها از ایران میایین، شما درستون معمولا خوبه، شما معمولا میرین 12، ولی بعد یه امتحان بدی که ما مشخصش کنیم، ولی شما 12 خیال راحت باشه. یعنی میگفت امکان داره یه سال بیفتی عقب بری 11 اگه خنگ باشی، ولی ناراحت نباش، شما که از ایران اومدین همتون همیشه 12 قبول میشین. بعد گفتم اوکی، اگه امتحان نمیدادی میرفتی 11. گفتم اوکی من امتحانو میدم. رفتیم یه جا نشستیم، نمیدونم 40 50 نفر 60 نفر هر چقدر آدم اومدن نشستن امتحانو دادن و امتحان تموم شد. اومدن 2 نفر رو صدا کردن، من و یه دختره. رفتیم بیرون و گفتش که گفتم تو راه من همیشه منفی ام، بابا همیشه بهم میگفت مثلا اسکولی، میگفتم که گفتم دایوس اومدن میگن تو انقدر احمقی بعد بری گرید 10 بعد 2 سال بری عقب، اصلا نمیدادی امتحان دیگه، میرفتی 11 میشستی دیگه، چه حرکتی امتحان دادی. بعد رفتم بیرون و بعد زنه گفتش که شما خیلی خفن زدین، ماکسیمومین، برای همین اصلا میتونین به این دانشگاه، نمیخواد بیاین گرید 12. مثلا همون حالت پیش دانشگاهی خودمون و اینا بوده، اونجایی که باید میرفتی برای زبان بوده؟ نه دیگه، یا به من یه سری واحد من اومده بودم بعد میرفتم کلاس 12 که میشه پیش دانشگاهی ایران. بهم گفتن که یه امتحان باید بدی که ما ببینیم تو میتونی بری 12، اگه نه باید بری 11، یه سال می‌خواد عقب بیفتی. گفتم اوکی. بعد امتحان که دادن گفتن که شما بیا برو دانشگاه، اصلا نمیخواد بری مدرسه. بعد بهم گفت آپشن دست خودته، میتونی بیای کلاس 12 بشینی، یه سال های اسکول باشی، بعد بری دانشگاه، چون 17 سالم بود، یا همین بری دانشگاه. برای اینکه تو بخوای توی اینجا وقتی که مدرسه تمام میشه آخر سال میرن پرام دارن دیگه، همه جمع میشن، لباس خوشگل میپوشن و جینگل بنگل میذارن، شب کلاه مشکی چیز میذارن سرشون، کلاه مستطیل. شب اون صبح اونو میکنن، شب لباس شیک میپوشن، میرن مهمونی میکنن که مدرسه تموم شده و یه جشن مدرسه تموم شدنه. من 2 بار این مدرسه رو، این جشن رو رفتم، ولی مدرسه نمیرفتم،
چون که دو دفعه دخترایی که تو دبیرستان بودن منو میگفتن باشون برم پرام، بعد باشون میرفتم چون هر روز من سن مدرسه بودم، ولی به خاطر اون امتحان رفتم دانشگاه. بعد دانشگاه روبروی مدرسه بود، یعنی یه کوچه است، سمت چپ در دانشگاه، سمت راست در مدرسه. و من همیشه مثلا تو مدرسه با بچه حال میکردم، زنگشون که میخواد برمیگشتم دانشگاه. مثلا من همه زندگی مثلا پوینت های این ور اون ور میدیدم که مثلا من یه خورده باهوش دارم، ولی بابام که میرسید میگفت تو اولاغی. خب من حرف بابام چون خیلی باور داشتم فکر می‌کردم اولاغم. چیکار می‌کردی که مثلا چون بابام خیلی خفنه نسبت به خودش موقع نه ببین آردی بابام خیلی خفنه در لولی که یه دونه ازش تو کشور داریم. میفهمی چی میگم؟ یعنی تکن این آدمو که اینقدر قدرت دارن، مثلا مصدق و هر کسیشون میشنه مثلا تو نمیدونی شاید چیکار کرده، میدونی یارو خفن بود اسمش شنیدید 100 بار. بعد از اون ور بابای من اگر من 50 بار لیوانو بذارم سر جاش یه بار اشتباه بذارم، اون یه بار با فاصله 5 دقیقه میدوه و میگه اسکل اشتباه. خب اون میخواد میکشور کنه که من یاد بگیرم همیشه لیوانو بذارم سر جاش، ولی من به عنوان بچه اینو نمیفهمیدم. من به بچه گفتم که نگاه کن هر کار وقت بابا میاد میگه اشتباه. ما توی ماه گذشته 7 بار با هم حرف زدیم، هر 7 بارش من یه چیز اشتباه کرده بودم. خب پس معنیش چیه؟ من احمقم دیگه. اون نمیاد بهم میگه تو احمقی که درست انجام میدادی و نمیگفتمت که مثلا اینو خوب انجام دادی 50 نه اصلا. فقط اونایی که ایراد داشته رو اصلا که نمیگفت. اگرم میگفتی میگفت وظیفته، میگفت خب باشه رفتی مثلا 20 گرفتی هنر کردی. خب حالا فکر نمی‌کنی مثلا یکی از دلایلی که آدم موفقی هستی تو زندگیت همین چیزا بوده؟ ببین همش هست دیگه، هیچ چون من نمیتونم بگم این نبوده 100% من کارام انقدر دقیقاً یه دلیل اصلی آره دیگه، چون من تو کارام انقدر دقیقاً من اشتباه نمیکنم. یعنی یه پارتنر داشتم همیشه بهش غور میزدم اینو اشتباه کردی اون اشتباه کردی این کارو اشتباه کردی، خیلی هم با هم زیاد بودیم، اون رفیق صمیمی هم بودیم. بعد من یکی از وظیفه‌هام این بود که جنس که میاد توی مرز من برم جنس رو بیارم، چون کارش سخت بود اینم بلد نبود. یه سری کارا بود که مثلا باید یه فکس یا چی میزد که این فکس رو بعد پول فرستاده باشید بزنه. خب چین ساعتش هم با ما فرق داره. جنس که میرسید ما همون روز بعد ورش می‌رفتیم چون فردا پول میدادیم. خیلی داستانا بود. و من تا اون روزی که جنس نمیرسید نه بانک میرفتم نه با چین تماس میگرفتم، همیشه با کونده بازی جورش میکردم. واقعا ساعت 4 جنس دست من بود داشتم میرفتم طرف خونه. بعد یه روز ساعت 4 جنس رو پیکاپ کردم، 4 هم میبست دیگه پست، یعنی نه پست، مرز در واقع، گمرک. بعد بستم ساعت 4 اینجوری داشتم میام طرف آفیس با وسایل، تلفنم زنگ زد، همین پارتنرم بود. بعد گفت خب چی شد؟ چون مثلا 3 که زنگ زده بود، من تو بانک بودم پول چون هم نفرستاده بودم، اینام 4 میبندم مثلا اینجوری. تقریبا فکر میکنی که امکان نداشت من بتونم این کارو بکنم. گفتم چی شد؟ جنس تو دستم دارم میام دیگه. یعنی چی شد؟ گفت یعنی چی؟ چجوری گرفتی؟ گفتم دیگه گرفتم دیگه، چیکار دارم میام. بعد یهو گفت دهنتو سرویس، من هر ماه منتظرم تو کم بزنی برینم بهت تا اینجا پشت تو انقدر به من قور میدنی، هر ماه من چجوری امروز کردی؟ من دیگه پشت تو میدم گوه میخوری اینقدر همه چیز اعصاب رو خورد شده بده. چرا همه چیو میتونی یه چیزی رو نتون گیری چرا گند نمیزنی؟ یه گیری بشه بهت بدی. خب آقا خب بعد این بگم تمام شد. این موضوع تو زندگیم خیلی زیاد دارم. مثلا من وسیله‌ای دارم که از ایران با خودم آوردم، هنوز کار میکنه اینجا. خب مثلا شیورم مال ایرانه، خراب نشده هنوز. به هر کی میبینه میگه چرا نمیخری؟ میگم چون خراب نشده، چرا بخرم؟ من احتیاج ندارم. هر وقت خواستم مو بزنم با این زدم خرابم نمیشه، بعد چی برم نو بخرم؟ و هیچ کی تو باور کنه مثلا من اینو از ایران آوردم. مثلا یه سری وسیله دارم از ایران، لباس از ایران دارم، اصلا کسی باورش نمیشه. میگه مگه میشه یارو 20 سالشه 50 سالشه؟ میگم آره، چون من درست استفادهش کردم. مثلا شونم هنوز مال ایرانه، ناخنگیرم هنوز مال ایرانه. چیزای آخه میدونی داستان چیه؟ تو ایرانم که بودی چیزای خوب می‌خریدی، اینا چند سال داره کار میکنه واسه یه جنس. نه خوب نگه می‌داشتم خدا وکیلی. خوب نگه می‌داری دیگه، جنس خوبم می‌خریدی. ولی همه چیو حواسم از خیلی خوب نگه می‌دارم، چون دلیل اصلیش اینه که بابام کارخونه‌دار بود. کفشی داری که از ایران برده باشی؟ حتی دیگه اندازت نیست. کفش آره، کفشم سایزم وقتی منم بزرگتر شده، ولی کفشی دارم وسایلتو نگه می‌داری رو کفش، ولی خب سایزش دیگه نمیشه. کفش قدیمی ترین کفشم مال 2004، 20 سال دیگه، با 5 روز دیگه میشه 20 سال. 20 سال. بعد سفید بیارم نشون بدم.